بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای مهربون یاد خدا. الیک خوب باشین. خیلی خیلی ممنونم که از بین همه شبکه‌های تلویزیونی انتخاب شما شبکه قرآن و برنامه یاد خدا هست. یاد خدایی که همچنان مهمان حرم با صفای امامزادگان ابراهیم و محمد علیهم السلام هست در شهر مقدس قم. الیک شما هم خیلی زود ظاهر باشین، هرچند ما اینجا به یاد شما و نایب الوزیر شما هستیم، اما خودتون تشریف بیارین. بعد از زیارت پروپیمون حضرت کریمه سلام الله علیها انشالله اینجا مشرف بشین. با این امید و آرزو از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا بکنید. یاد خدایی که همراه هست به کارشناسی استاد صبوحی عزیز با موضوع استقامت و پایداری در برابر سختی ها و در واقع گرفتاری های زندگی از نگاه قرآن کریم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد صبوحی عزیز خیر مقدم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم از لطفتون. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان محترم برنامه یاد خدا. انشالله در محضر سوره نورانی حدید از قرآن کریم بیشتر استفاده خواهیم کرد. زنده باشین انشاءالله. خب ما 6 آیه اول رو تبیینش رو از شما شنیدیم، آیاتی که در واقع تبیین کننده بحث علم و حکمت خدای بزرگ و مهربان ما بود. از تسبیح خدای بزرگ شروع شد و رسیدیم به انتهای آیه 6 که فرمودیم که محوریت بحث توحید بودن و ماحصل توحید هم اخلاص هست. حالا از آیه 7 تا 11 رو قرار شد توی این برنامه و برنامه آتی بفرمایید که از چه قرار هست این آیات و ارتباطش با آیات قبل چی میشه. خب همونطور که اشاره فرمودید مبحث آیات 1 تا 6 توحید بود، نتیجهش هم اخلاص. و حالا این توحید و اخلاص دنبال اینه که ما برسیم به یه فرهنگ عالی از مقاومت، جهاد و ایثار. بنابراین این سیاق یا دسته دومی که میخوایم شروع کنیم، یعنی آیه 7 تا 11 صاف میره سر اصل مطلب. از آیه 7 من شروع میکنم. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. ایمان بیارید به خدا و به رسولش و انفاق کنید. انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. انفاق کنید از چی؟ از اون چیزی که خدا شما رو نماینده خودش قرار داد درباره اون. شما از چی میخوای انفاق کنی؟ از مال. این چه که در اختیار داری و قرار ازش انفاق کنی مال خداست. تو نماینده خدا هستی که بتونی اینجا تصرفی بکنی، تصمیمی بگیری دربارش. از اون چه خدا تو رو نماینده خودش قرار داد که اونجا تصمیم بگیری، به نمایندگی از خدا تصمیم بگیری، اونجا تصمیم بگیر به انفاق. از چی میخوای انفاق کنی؟ از جان. حالا انشالله خواهیم رسید به انفاق جان، تو همین آیات میرسیم، جلسه بعد بیشتر اشاره میکنیم. باز این جان متعلق به خداست، وجود انسان متعلق به خداست و خدا تو رو نماینده خودش قرار داده بتونی تصمیم بگیری. انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. خیلی تعبیر خاصیه، یعنی داره یک استدلالی میکنه برای انفاق که حواستون باشه ما از شما نخواستیم چیزی رو که متعلق به خودتونه و مال شماست بخواید به ما بدید، در راه ما مصرف بکنید. اون چه الان متعلق به شماست اصالتا مال خداست و شما اجازه دارید دربارش تصمیم بگیرید. این فرصتی است که به شما داده شده. بعد میفهمد فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. اون کسانی از شما که ایمان و انفاق رو با هم داشته باشن، آمنوا منکم و انفقوا، این دوتا رو با هم داشته باشن، لهم اجر کبیر، به اونها اجری بزرگ داده خواهد شد. خب ببینید بحث با دعوت به ایمان و انفاق شروع شده. ما باید سوال کنیم که از خودمون به عنوان یک متدبر در قرآن که چرا خدا بحثو با دعوت به ایمان و انفاق یه دفعه شروع کرد؟ چه مبحثی مگر در ذهن مؤمنین، در جامعه مؤمنین در جریان؟ مسئله چیه که با این دعوت داره دسته دوم بحثش رو شروع میکنه؟
مسئله اینه که پیغمبر خدا داره مؤمنان رو دعوت میکنه، صدا میزنه. چجوری؟ هل من ناصر ینصرنی. حالا این پیغمبر خدا که ما میگیم، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بعد در طول تاریخ جانشینان ایشون، امامان برحق، در زمان غیبت اولیاء برحقی که به نیابت از امام زمان علیه السلام ولایت جامعه رو بر عهده دارن. او داره شما رو دعوت میکنه، یک دعوتی که نیاز به اجابت داره. یک هل من ناصر ینصرنی سر میده، کسی هست ما را یاری کند، که شما باید لبیکی به او بگی. ولی نگاه میکنیم میبینیم از این لبیک خبری نیست یا کمرنگه. چقدر امام حسین علیه السلام فرمود هل من ناصر ینصرنی، هست کسی ما را یاری کنه، اما لبیک کمی شنید. از خود در واقع مدینه که حضرت حرکت کردن تا مکه تا بیان برسن به کربلا، در تمام این مسیر ایشون دعوت کرده، لبیکی نشنیده، جز تعداد اندکی که جز سرافرازان تاریخن، اصحاب ابو عبدالله الحسین علیه السلام که در روز عاشورا به شهادت رسیدن. تازه با این ملاحظه که خیلی ها قبلش اصلا از ایشون خواستن که خواسته بودن، یعنی در واقع امام به اونا لبیک گفته بود. اما حتی لبیک امام رو هم حاضر نشدن پشتیبانی کنن و پاسخ بدن. خب پس یک دعوتی وجود داره و یه سستی در اجابت این دعوت. برای همین خدا میفرماید آی مؤمنا. این که من عرض میکنم آی مؤمنا، انشالله تو آیات بعدی به اون نکتش اشاره میکنم که مخاطب آمنو بالله و رسوله و انفقو، مخاطبش مؤمنینن. شما بیاید ایمان و انفاق رو با هم توأم کنید. بعد در ادامه آیات دو تا مالکم داریم. مالکم لا تؤمنون، چند آیه بعدترش داریم و مالکم الا تنفقوا. ببینید آیه 7 گفت ایمان بیار و انفاق کن، بعد آیه 8 و 9 میگه چرا ایمان نمیاری، آیه 10 و 11 میگه چرا انفاق نمی کنید. یعنی میخواد اون ایمان بیار و انفاق کنه رو باز کنه. من که میگم ایمان بیار دقیقا منظورم چیه، وقتی میگیم انفاق کن دقیقا منظورمون چیه. حالا اگر صلاح بدونید من این آیات در واقع 8 و 9 رو بخوام توضیح بدم. بله. و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول، چی شده که به خدا و پیغمبرش ایمان نمیارید؟ چی شده به خدا و حجتش، امام برحقی که جانشین پیغمبره، ایمان نمیارید؟ و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، این در حالیه که پیامبر داره شما رو دعوت میکنه به این که ایمان بیارید. دعوتی هست و شما لبیک نمیگید. و الرسول یدعوکم، میگه آی هل من ناصر ینصرنی، هست کسی بیاد ما را یاری کنه؟ هست کسی بیاد در راه خدا با ما پیکار بکنه؟ هست کسی حاضر باشه از مال و جانش در راه خدا بگذره، بیاد تو صف قتال و جنگ با دشمنان خدا حضور پیدا کنه؟ چرا شما به این دعوت بی‌اعتنایید؟ و قد اخذ میثاقکم، مگه غیر از اینه که پیغمبر از شما عهد گرفته؟ اون وقتی که شما گفتی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در حقیقت با اقرار به ایمان یه عهد بستی، تصمیم گرفتی که پای امر دین بایستی. خب این عهدو چرا پاش نمیایستید؟ فقط اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. نکته‌ای که عرض کرده بودم اینه، چرا ایمان نمی آورید اگر مؤمنید؟ آقا این چه تعبیری؟ عجیبه. چرا ایمان نمی آورید؟ و ما لکم لا تؤمنون بالله، آخر آیه میگه ان کنتم مؤمنین. اگر شما واقعا مؤمن هستی پس ایمانت کو؟ ببینید یک ایمان ادعایی داریم. من دارم میگم آقا من ایمان دارم به خدا، ایمان دارم به پیغمبر، ایمان دارم به اولیاء برحق و همه اینا. یک اثبات این ایمان داریم که بهش میگیم حقیقت ایمان. میگه حقیقت ایمان اون وقتیه که وقتی پیغمبر صدات زد میخواستت بری باشی، اونجایی که به حضورت نیازه حضورت، اونجایی که به مالت نیازه مال، اونجایی که به جان نیازه جان، اونجایی که به تبلیغ تبیینت نیازه به تبلیغ و تبیین، اونجایی که به خدمات احتیاج هست، شما باید پای آرمان ایمانت بیستی. این مسئله است. یه جای دیگه هم داریم یا ایها الذین آمنو. بله، تعابیر شبیه این قرآن چندین جا داریم که به کسانی که ایمان دارن خدا میگه باید ایمان بیارید. اون ایمان اول ایمان ادعاییه، اثباتش میشه ایمان حقیقی. حالا چه چیزی ممکنه باعث بشه که ما
احیانا دعوت پیغمبر یا حجت خدا رو نخواهیم لبیک بگیم. آقا چه مشکلیه؟ شما نگاه کنید، من الان بخوام یک مثالی بزنم، تا وقتی که امام و حجت خدا و پیغمبر خدا و امثال اینها قراره یک کاری برای ما انجام بدن، یک کاری برای ما انجام، دعایی کنن که گناهان ما بخشیده بشه. ما نوکرشون هم هستیم. نوکرشون هم هستیم. شما اشاره کن، ما میایم خدمتتون. اصلا ما حاضریم هزینه کنیم، مبالغ گزافی هم بدیم، بیایم خدمت شما برای زیارت، عرض ارادت. چند تا حاجت داریم، ما حاجت داریم، ما احتیاج داریم. آره. تا وقتی ما احتیاج داریم لبیک گفتن که خب میریم لبیک کردم، کارمون رو دنبال میکنیم. اما وقتی کار میرسه به یه نقطه‌ای، خدا یه جوری تدبیر کرده، یه جایی تو باید بیای کمک کنی. همیشه قرار نیست او به تو کمک کنه. هل من ناصر ینصرنی یعنی چی؟ هست کسی منو یاری کنه؟ اینجا قرار تو امام حسین رو یاری کنی. حالا امام حسین همیشه تو را یاری کرده، حالا نوبت توه. یه کاری هم تو میخوای بکنی، تو اینجا دیگه بخوای. جا میزنی. این نکته است. و ما چرا اینجا نمیتونیم اجابت کنیم؟ مثل داروی تلخه. ببینید، او میخواد منو دعوت کنه به اینکه او را کمک کنم یه چیزی به خودم برسه. مسئله خود منم. من متوجه هستم که تلخه، متوجه نیستم که درمانه. بخوام مثال بزنم، یک بچه‌ای رو اگر تصور بکنیم که داریم بهش میگیم بیا بریم این دارو رو بخور، یا این مثلا تزریق رو داشته باش، این بچه خب یه هراسی داره، میگه درد داره، تلخه، نمیخواد به سمتش بیاد. اما زمانی که متوجهش کنیم که این برای درمان توه، برای سلامتی خودته، اینجا حرکت میکنه. عبارت بعدی آیه میفهمد هو الذی، این خدایی که میگم چرا بهش ایمان نمیارید کسیه که ینزل علی عبده آیات بینات، بر بنده خودش آیاتی روشن نازل کرده، لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر او داره دعوت میکنه تو را، میخواد تو رو از ظلمت ها و تاریکی ها به نور برسونه. آقا مگه در آیت الکرسی نخوندی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور؟ اصلا خدا ولایت بر من داره که من از ظلمت برسم به نور. خب چطوری؟ خدا میگه من برای اینکه تو رو از ظلمت به نور برسونم، بر بنده خودم آیاتی نازل کردم. بنده خودم یعنی پیغمبر من، یعنی امام برحق، جانشینان اونا. او داره تو رو دعوت میکنه که تو با این آیات حرکت کنی، از ظلمت ها بیای به نور برسی. تو برات سخته. میگه از مالت بگذر، برات سخته. از جانت بگذر، برات سخته. به کام تو تلخ میاد. گذشتن، چون ما انسان ها بالاخره هممون میل داریم به داشته های خودمون، جان و مالمون، به کام تو تلخ میاد. به همین خاطر میفهمد و ان الله بكم لرؤوف رحیم. حواستون باشه، اگر ظاهر دعوت امام حسین علیه السلام اگر به کام تو تلخه، به گوش تو سخت و تلخه، نمیخوای به سمتش حرکت کنی، سنگینه برات که بخوای از مال و جانت بگذری بری لبیک بگی در رکاب او باشی، اینا ظاهر قضیه است. حقیقت اینه که تو با اجابت دعوت اون امام بزرگوار یا جانشین اون امام بزرگوار داری حرکت میکنی از ظلمت ها به سمت نور. فرمود شد شما من یاد یه جمله از شهید آوینی انداخت، رضوان الله علیه. میگن که زمانه عجیبی است، برخی از مردمان امام گذشته را عاشقند، نه امام حاضر. الله اکبر. میدانی چرا؟ چون امام گذشته را هر گونه بخواهند تفسیر میکنن، اما امام حاضر را باید فرمان برند و کوفیان این گونه عاشورا را رقم زدن. احسنت. واقعا همین لب به کلام دقیقاً همین شماست. پناه میبریم به خدا انشالله که تاریخ برای ما عبرت بشه، مفاهیم قرآن کریم که قد شما زیبا دارین تبیین میکنین ازش درس بگیریم و امروز تکلیفمون رو درست بشناسیم. اگر میگیم ایمان داریم، اعتقاد داریم، اینها رو در عمل نشون بدیم دیگه. انشالله. حالا الان جبهه مقاومت الان به ما نیاز داره، به حضور ما. هر کس تو هر جایگاهی هست، یکی توان مالی داره، یکی توان تبلیغی داره، یکی توان تبیینی داره، یکی توان جهاد نظامی داره، هر کس هر. بله. دیگه اینجا که میشه در واقع محل آزمون و ابتلاست، خدا کنه که ما سربلند باشیم انشالله. اجازه هست یه فاصله بگیریم؟ بریم و برگردیم و 7 دقیقه پایانی رو خدمت آقا باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. منم مثل شما دارم استفاده میکنم از تبیین
آیات 7 به بعد سوره مبارکه حدید توسط استاد صبوحی که حظ میبریم و بهره‌مند میشیم. سلامت باشید انشالله. پس ما به این نکته رسیدیم که یک جریان ولایتی هست، ولایت الله، که قرار ولایت الله حالا با سلسله مراتبش که میشه ولایت رسول خدا، ولایت ائمه علیهم السلام، ولایت جانشینان برحق امامان در دوران غیبت، همین مسیر ولایت الله، قرار ولایت الله خروجیش بشه نجات ما از ظلمت ها، رسیدن ما به نور. من خواهش میکنم تو سوره حدید هممون حواسمون به کلمه نور باشه. از اینجا کلمه نور شروع میشه که چجوری از ظلمت ها، تاریکی ها قرار به نور برسیم، چه کسانی به نور میرسن. تا پایان سوره ما با این کلمه نور کار خواهیم داشت. ظلمت ها چیه؟ ظلمت ها در واقع کلمه است که تو قرآن کریم انتخاب شده برای تعلقات به دنیا، برای دلبستگی ها و وابستگی هایی که ما به دنیا داریم و اینا مانع از حرکت و پرواز انسان به سوی عالم ملکوت و به سوی نورانیت. دلبستگی ها چیزای امور طبیعی، یعنی در قرآن کریم شما نگاه کنید، در یک آیه شریفه میفرماید اگر شما عزیزانتون، نمیدونم همسرتون، فرزندتون، پدر مادرتون، خونه هاتون، تجارتتون، کسب و کارتون، مغازتون، اگر این اموری که دنیای شما رو تشکیل داده اینها نزد شما محبوب تر باشن از خدا، از پیغمبر و از جهاد در راه خدا، اگر اینا محبوب تر از این ستای بعدی باشه، منتظر باشید که عذاب خدا برسه. یه بار دیگه بفرمایید. اگر دنیای شما و مظاهر دنیاتون مثل چی؟ مثل عزیزان، پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر، اموال و دارایی های، بعد اموال و دارایی ها، کسب و کار، تجارت، خونه هاتون، املاکتون، خب دارایی های مادیتون، خب اگر محبوب تر باشه پیش شما، محبوب تر از خدا، پیغمبر و جهاد در راه خدا، اگر محبوب تر از اینها باشه، منتظر باشید تا عذاب خدا برسه. و خدا قوم فاسق رو هدایت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی ابتلا و امتحان ما همینه که آقا خدا از ما نخواسته که از دنیا کلا فاصله بگیر، که دنیا ریل حرکت ماست، بستر حرکت ماست. یه مثال خیلی قشنگی از پیغمبر گرامی اسلام نقل شده. حضرت فرمودن مثل دنیا به آب و انسان به کشتی. آب نباشه کشتی حرکت نمیکنه. باید یه کشتی آبی باشه کشتی روش جریان پیدا کنه. اما تا وقتی آب زمینه حرکت کشتیه که کشتی روش قرار گرفته و آب زیر کشتی. حالا اگر کشتی سوراخ شد، آب داخل کشتی اومد، همون آبه، اینم همون کشتی، اما غرقش میکنه. دنیا برای ما زمینه حرکته. دارایی نباشه، عزیزانمون نباشن، کسب و کار نباشه، تجارت نباشه، خب این حرکت به سوی خدا اصلا اتفاق نمیافته. اما نباید نفوذ کنه تو قلب ما، تو جان ما رو نباید زمینگیر کنه. غرق میشیم، اون وقت غرق میشیم. در واقع ظلمت هایی که ازش تعبیر میشه همینه. ما قراره ایمان و انفاق رو با هم کنیم. فرمود تو آیه 7 آمنو و انفقو، بعد گفت ایمان و انفاق با هم جواب میده، فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. حالا میخواد بگه چه چیزی باعث میشه شما تو این ایمانه بلغزی؟ اون دعوتی که پیغمبر یا امام از تو داره، این دعوت ظاهرش تلخه، ظاهرش سخته، اینکه باید بگذری اون دعوت رو لبیک بگی. اینجا تو قراره بری تو میدون، تو قراره از خودت یک جنمی نشون بدی، این برای تو سخته، ولی حواست باشه تنها راه تحقق ولایت الله و رسیدن از ظلمت ها به نور لبیک گفتن و اجابت کردن همین دعوته که همون فرهنگ مقاومت، ایستادن، جهاد در راه خداست. ولا غیر. این ابتلاییه که بدیل و جایگزین تو قرآن کریم نداره. فرمولیه که خدا تنظیم کرده. و در یکی از آیات قرآن تعبیر خیلی زیباییه. میفرماید آیا گمان کردید همین که بگید ما ایمان آوردیم داخل بهشت میشید؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء و ضراء. فکر کنید همین که خلاصه ادعایی کردید و اینا میرید بهشت بدون اینکه اون سختی ها، اون گرفتاری ها، اون مشکلات پیش بیاد و اون غربالگری اتفاق بیفته.
یا در سوره مبارکه عنکبوت به زیبایی میفرماید که انسان ها همین که بگن ما ایمان آوردیم کار تموم نمیشه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، مردم خیال کردن همین که گفتن ما ایمان آوردیم رها میشن. هم لا یفتنون، فکر کردن آزمایش نمیشن. ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. ما قطعا آزمایش میکنیم، گذشتگان رو آزمایش کردیم، شما هم آزمایش خواهیم کرد. امروز این آزمایش سختی که برای امت اسلامی پیش اومده برای بار اول نیست، در طول تاریخ بوده. هر زمانی که تو این آزمایشات ایستادگی به خرج دادیم، خب نصرت الهی هم رسیده. ان تنصر الله ینصرکم، ما خدا رو یاری کردیم، خدا هم به یاری ما اومده و پیروزی حاصل شده. و هر زمانی که دنیا ما رو غرق کرده تو خودش، ظلمت ها و تاریکی ها ما رو تو خودش فرو برده و از حرکت به سمت نور غفلت کردیم، جا موندیم. ظاهرا فلسفه زیاد شدن بحران ها و آشوب ها و فتنه ها و بلایای طبیعی در آخر الزمان و نزدیکتر، دیگه هرچی به آستان زور نزدیکتر میشیم اینا بیشتر میشه تو رو داریم. فلسفهش همینه که فرمودینه، یعنی همون قرباله است، همون جداسازی است، همون اون دیگه خالص ها، جداسازی خالص ترها، هر چقدر به اون نوک قول نزدیکتر میشیم و این هاست و اون رشد و ارتقایی که باید دیگه بندگان شایسته خدا پیدا کنن، چون قرار اینا آماده بشن تا زمین به اونا به ارث برسه، سالهان و اینها. بله. خب خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. اگه نکته پایانی دارین بفرمایید، اگه نه که خلاص کنیم. خیلی ممنونم، استفاده کردیم مثل همیشه و ان شاء الله به شرط توفیق و حیات هفته آینده هم خدمتتون خواهیم بود و این آیات 7 تا 11 رو همچنان بله ان شاء الله ادامه میدیم. حالا تا آیه 9 اومدیم، ان شاء الله آیه 10 و 11 رو در جلسه آینده ان شاء الله. توکل به خدا. خیلی ممنونم بابت همراهیتون، مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.